آیا می دانستید سیستم حقوق بازنشستگی، گشت‌های شبانه پلیس و حتی تاریخ و تقویمی که داریم یادگار یک نفر است؟ مردی که 1400 سال پیش کارهایی کرد که جهان امروز ما روی پایه‌های آن بنا شده است. او کسی بود که بزرگترین امپراتوری‌های تاریخ یعنی ایران و روم را به زانو درآورد. کسی که مرزهای اسلام را از شرق تا غرب کشید و قدرتی ساخت که هیچ پادشاهی جرأت مقابله با آن را نداشت. اما نکته عجیب اینجاست. این فرمانروای قدرتمند نه کاخی داشت و نه نگهبانی. کسی که پادشاهان از اسمش می‌ترسیدند، شبها کیسه غذا روی دوش می‌گرفت و در کوچه ها می‌گشت تا کسی گرسنه نماند. قدرت مطلق در کنار سادگی مطلق. در این ویدیو می‌خواهیم چهره واقعی حضرت عمر را بشناسیم. مردی که تاریخ مثل او را کمتر دیده است. سلام. خوش اومدین به کانال یوتیوب راه حقیقت. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. حالا بریم سراغ ادامه ویدیو. تاریخ او را با نام کامل ابوحفص عمر بن خطاب عدوی قریشی میشناسد. او در سال 584 میلادی یعنی 13 سال بعد از ماجرای اصحاب فیل در مکه دیده به جهان گشود. مردی از طایفه بنی عدی که قرار بود سرنوشت اعراب را تغییر دهد. کودکی عمر در ناز و نعمت نگذشت. او زیر نظر پدری بسیار سختگیر به نام خطاب بزرگ شد که برای کوچکترین اشتباهی او را تنبیه می‌کرد. کارش چوپانی شترها در بیابانهای خشک بود. کاری طاقت فرسا که از همان کودکی صبر و سرسختی را در وجودش حک کرد. اما عمر جوان ابعاد شخصیتی عجیبی داشت. در بازار عکاظ پهلوانی بود که پشت همه حریفان را به خاک می‌مالید. اما در کنار این زور بازو، روحیه‌ای لطیف و هنرمند هم داشت. او نه تنها جزو معدود افراد باسواد مکه بود، بلکه طبع شاعری هم داشت و اشعار عرب را با فصاحت بی‌نظیری می‌خواند. ترکیبی کمیاب از قدرت بدنی و ظرافت ادبی. همین هوش سرشار و زبان گویا او را به تاجری موفق در سفر به شام و یمن تبدیل کرد. اما مهمتر از تجارت، جایگاه سیاسی او بود. قبیله قریش مقام مهم سفارت را به او سپرده بودند. هر وقت کار به بنبست می‌خورد یا جنگی در راه بود، این عمر بن خطاب بود که به عنوان نماینده قریش می‌رفت و با منطق و ابهتش گره‌ها را باز می‌کرد. سال 6 بعثت بود. عمر که می‌دید اتحاد قریش به خاطر دین جدید به خطر افتاده، تصمیمی ترسناک گرفت. او شمشیرش را برداشت و قسم خورد که ریشه این اختلاف را قطع کند. هدف او مشخص بود: کشتن پیامبر اسلام. او با چهره‌ای برافروخته در کوچه‌های مکه راه افتاد و همه از سر راهش کنار می‌رفتند. در میانه راه مردی از قبیله‌اش او را دید و پرسید: به کجا می‌روی ای عمر؟ عمر فریاد زد: می‌روم تا کار محمد را تمام کنم. آن مرد که پنهانی مسلمان شده بود، برای اینکه جان پیامبر را نجات دهد، مسیر خشم عمر را منحرف کرد. گفت: تو اول به خانه خودت برس. خواهرت فاطمه و شوهرش سعید هم به دین محمد گرویدند. عمر مثل طوفان به سمت خانه خواهرش رفت. پشت دروازه صدای زمزمه‌ای شنید. وقتی وارد شد پرسید: این چه صدایی بود؟ وقتی انکار کردند، خشمش فوران کرد و با شوهر خواهرش درگیر شد. خواهرش فاطمه جلو آمد تا دفاع کند، اما ضربه عمر باعث شد صورت خواهرش خونالود شود. دیدن خون خواهر ناگهان طوفان خشم عمر را خاموش کرد. پشیمانی در چشمانش موج زد. عمر که سواد داشت و زیبایی کلام را خوب می‌فهمید، با لحنی که حالا آرامتر شده بود گفت: آن صحیفه را به من بدهید تا ببینم محمد چه آورده است. او شروع به خواندن کرد. آیات آغازین سوره مبارکه طه.
ما قرآن را بر تو نازل نکردیم تا در رنج و سختی بیفتی، بلکه آن را تذکری برای کسانی فرستادیم که از خدا می‌ترسند. این پیامی است فرستاده شده از سوی کسی که زمین و آسمان‌های بلند را آفریده است، همان خدای بخشنده‌ای که بر تمام هستی فرمانروایی می‌کند. کلمات قرآن قلب سنگین پهلوان مکه را لرزاند. او که شاعر و سخنشناس بود، همانجا فهمید که این نظم و این مفاهیم نمی‌تواند حرف یک انسان باشد. اما این تحول ناگهانی بی‌دلیل نبود. پیامبر خدا پیش از این دست به دعا برداشته و فرموده بودند: بار الها، اسلام را با هر کدام از این دو مرد که نزد تو محبوب ترند عزت ببخش، عمر ابن خطاب یا عمرو بن هشام، و خداوند از میان این دو قدرتمند قریش عمر را برگزید. وقتی عمر در حضور پیامبر شهادتین را گفت و مسلمان شد، صدای تکبیر یاران پیامبر آنقدر بلند بود که لرزه بر کوههای مکه انداخت و مشرکین صدا را شنیدند. عبدالله ابن مسعود بعدها گفت: اسلام آوردن عمر برای ما یک پیروزی بود. تا آن روز مسلمانان از ترس قریش مخفیانه نماز می‌خواندند. اما عمر کسی نبود که عقیده‌اش را پنهان کند. او بلافاصله از پیامبر پرسید: ای رسول خدا، آیا ما بر حق نیستیم و آنها بر باطل؟ پیامبر فرمود: بله. عمر با همان صلابت همیشگیش گفت: پس چرا پنهان شویم؟ سوگند به خدایی که تو را به حق مبعوث کرد، باید آشکارا بیرون برویم. و آن روز اتفاقی افتاد که مکه هرگز ندیده بود. مسلمانان در دو صف منظم از مخفیگاه بیرون آمدند. یک صف به فرماندهی شیر خدا حمزه سیدالشهدا و صف دیگر به جلوداری عمر ابن خطاب. آنها با قدم‌های محکم وارد مسجد الحرام شدند و جلوی چشمان حیرت زده سران قریش دور کعبه طواف کردند. سران قریش که تا دیروز مسلمانان را شکنجه می‌کردند، حالا با دیدن عمر و حمزه در دو طرف پیامبر جرأت نکردند حتی نزدیک شوند. سکوت مرگباری بر آنها حاکم شد. همان روز بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به عمر لقب فاروق داد، یعنی کسی که مرز بین حق و باطل را مشخص کرد و دوران ضعف اسلام را به دوران عزت تبدیل نمود. وقتی فرمان هجرت به مدینه آمد، تقریباً همه مسلمانان مخفیانه و در تاریکی شب از مکه خارج شدند تا گرفتار قریش نشوند. همه به جز عمر ابن خطاب. او روز روشن به کعبه رفت، طواف کرد و رو به سران قریش فریاد زد: هر کس می‌خواهد مادرش به عزایش بنشیند و فرزندانش یتیم شوند، پشت این دره به دنبال من بیاید. و هیچ کس جرأت نکرد او را تعقیب کند. او این گونه با اقتدار هجرت کرد. در مدینه او سایه به سایه پیامبر بود. در تمام جنگ‌ها از بدر و احد تا خندق شمشیر زد و هرگز رسول خدا را تنها نگذاشت. پیوند آنها وقتی محکمتر شد که دخترش حفصه به همسری پیامبر درآمد و عمر افتخار پدرزنی رسول خدا را پیدا کرد. او و ابوبکر مثل دو وزیر و مشاور همیشه نزدیکترین افراد به پیامبر بودند تا اینکه سال 11 هجری و آن روز تلخ فرا رسید، روز وفات رسول خدا. تحمل این غم برای عمر آنقدر سنگین بود که ابتدا نمیتوانست باور کند. او شمشیر کشید و گفت: هر کس بگوید محمد مرده است، گردنش را میزنم. او پیش خدای خود رفته و بر میگردد. عشق او به پیامبر چنان بود که تاب دوری نداشت، تا اینکه ابوبکر صدیق آمد و او را آرام کرد. در آن لحظات بحرانی، عمر اولین کسی بود که دست ابوبکر صدیق را گرفت و با او بیعت کرد تا وحدت مسلمانان حفظ شود. در تمام 2 سال خلافت ابوبکر، عمر مثل کوه پشت او ایستاد و مشاور اصلیش بود.
ما قبلاً زندگی نامه کامل و پرماجرای یار غار پیامبر حضرت ابوبکر صدیق را در کانال ساخته ایم. پیشنهاد می کنم حتماً بعد از این ویدیو لینک آن را در توضیحات گذاشتیم. روش کلیک کرده تماشا کنید تا تاریخ آن دوره را کامل بدانید. سال 13 هجری بود. ابوبکر صدیق که مرگ را نزدیک می‌دید، تصمیم گرفت جانشینش را تعیین کند تا بعد از او فتنه ای ایجاد نشود. انتخاب او عمر ابن خطاب بود. برخی به ابوبکر اعتراض کردند و گفتند عمر مردی خشن و سختگیر است. جواب خدا را چه می‌دهی؟ ابوبکر با اطمینان گفت به خدا خواهم گفت که بهترین بندگانت را بر آنها گماشتم. با آغاز خلافت عمر دورانی شروع شد که تاریخ نویسان انگشت به دهان ماندند. در کمتر از 10 سال 2 ابرقدرت جهان به لرزه افتادند. ارتش اسلام در نبرد یرموک امپراتوری روم شرقی را عقب راند و در نبرد قادسیه تاج و تخت ساسانیان را در هم شکست. مصر، شام، عراق و ایران یکی پس از دیگری فتح شدند. اما زیباترین فتح بیت المقدس، قدس شریف بود. اسقف اعظم شهر گفت کلیدهای شهر را فقط به یک نفر می‌دهم، شخص خلیفه مسلمین. عمر ابن خطاب راهی سفری طولانی از مدینه به فلسطین شد، اما نه با لشکری از محافظان و خدم و حشم. وقتی به دروازه‌های شهر رسیدند، نوبت سوار شدن غلام بود و نوبت پیاده رفتن خلیفه. فرماندهان سپاه که لباسهای فاخر پوشیده بودند، با دیدن عمر وحشت کردند. خلیفه مسلمین با لباسی ساده و وصله‌دار در حالی که افسار شتر را می‌کشید و غلامش سوار بود وارد شد. ابو عبیده جراح گفت ای امیرالمؤمنین، بزرگان شهر به استقبال می‌آیند. این لباس و وضعیت مناسب نیست. عمر جمله‌ای تاریخی گفت که باید با طلا نوشت. ما قومی بودیم ذلیل، خداوند ما را با اسلام عزت داد. هرگاه عزت را در غیر از اسلام بجوییم، خدا دوباره ذلیلمان خواهد کرد. در حالی که ارتش او در حال فتح جهان بود، خود خلیفه خواب به چشم نداشت. عمر ابن خطاب عادتی عجیب داشت، عسس یا گشت زنی شبانه. او شبها وقتی همه در خواب ناز بودند، با لباس مبدل در کوچه ها می گشت تا مبادا کسی در قلمرو حکومتش گرسنه یا دردمند باشد و او بیخبر بماند. شبی در بیابانهای اطراف مدینه آتشی دید. نزدیک رفت و زنی را دید که دیگی را هم میزند و کودکانی که از شدت گرسنگی ناله می کنند. عمر پرسید چرا این بچه ها گریه می کنند؟ زن گفت از گرسنگی. عمر پرسید در آن دیگ چیست؟ زن با صدایی لرزان گفت فقط آب و سنگ، آنها را گول میزنم تا شاید خوابشان ببرد. و بعد جمله‌ای گفت که پشت خلیفه را لرزاند. خدا بین ما و عمر قضاوت کند که او امیر است و از حال ما بیخبر. عمر با شنیدن این حرف به لرزه افتاد. او با عجله به انبار بیت المال رفت و کیسه سنگینی از آرد و ظرفی روغن برداشت. وقتی خواست آن را روی دوشش بگذارد، خدمتکارش اسلم گفت ای امیرالمؤمنین، اجازه بده من حمل کنم. عمر با چهره‌ای برافروخته و گریان فریاد زد آیا روز قیامت هم تو بار گناهان مرا حمل می کنی؟ بگذار خودم ببرم. پادشاه نیمی از دنیا کیسه را تا خیمه زن حمل کرد. اما کارش تمام نشد. او زانو زد، خودش آرد را خمیر کرد و به آتش فوت می کرد تا غذا بپزد. تاریخ نوشته است که دود از میان ریش‌های انبوهش بیرون می زند. زن که شرمنده محبت این مرد ناشناس شده بود گفت کافی است، بگذار بقیه کار را من انجام دهم. اما عمر قبول نکرد و جمله‌ای گفت که اوج مهربانیش بود. نه، همانطور که گریه هایشان را دیدم، بگذار بمانم تا خنده هایشان را هم ببینم. او ماند تا بچه ها سیر شدند
و صدای خندهشان در بیابان پیچید. هنگام خداحافظی زن که هنوز او را نمی شناخت گفت: خدا به تو جزای خیر بدهد. کاش تو امیرالمؤمنین ما بودی، نه آن عمر. عمر لبخندی تلخ زد و گفت: فردا به دارالخلافه بیا تا حقت را بگیری. این عدالت مردی بود که می گفت: اگر گوسفندی در کنار رود فرات لغزش کند و پایش بشکند، من عمر در قیامت مسئولم که چرا راه را هموار نکردم. سرانجام سحرگاه چهارشنبه 26 ذوالحجه سال 23 هجری فرا رسید. عمر مثل همیشه برای اقامه نماز صبح وارد محراب شد. اما در تاریکی مسجد یک برده کینه‌توز ایرانی به نام ابواللؤلؤ با خنجری دو سر و زهرآلود کمین کرده بود. همین که عمر تکبیر نماز را گفت، ضارب حمله کرد و چندین ضربه کاری بر بدن خلیفه وارد کرد. مسجد غرق در شیون شد. عمر را با بدنی خونین به خانه بردند. وقتی چشمانش را باز کرد، اولین سوالش این نبود که چه کسی مرا زد یا حالم چطور است. پرسید: آیا نمازم را تمام کردم؟ و وقتی فهمید قاتلش یک غیر مسلمان مجوسی بوده، با آرامش گفت: خدایا، تو را شکر که قاتل من کسی نیست که حتی یک بار برای تو سجده کرده باشد تا در قیامت با آن سجده علیه من استدلال کند. مرگ نزدیک بود. به پسرش عبدالله گفت: پیش مادرم عایشه برو. نگو امیرالمؤمنین. بگو عمر سلام میرساند و اجازه میخواهد که در کنار دو یار خود، پیامبر و ابوبکر دفن شود. عایشه که خودش آن جایگاه را برای مرگ خودش نگه داشته بود، با گریه گفت: من آنجا را برای خودم میخواستم، اما امروز عمر را بر خودم ترجیح میدهم. و این گونه بود که پرونده زندگی مردی بسته شد که شیطان از سایه‌اش میگریخت. مردی که امپراتوری ها را فتح کرد، اما تا آخر عمر در خانه گلی زیست. عمر ابن خطاب رفت، اما نامش به عنوان نماد ابدی عدالت در تاریخ حک شد. امیدوارم از شنیدن داستان زندگی فاروق اعظم لذت برده باشید. اگر این ویدیو را دوست داشتید، حتما لایک کنید تا افراد بیشتری با زندگی واقعی این بزرگمرد آشنا شوند. به نظر شما کدام ویژگی حضرت عمر جذابتر بود؟ شجاعتش یا عدالتش؟ در کامنت ها برایمان بنویسید. تا ویدیوی بعدی و داستانی دیگر، خدا نگهدار.